آرزومند هستم که همه شما خوب باشین. که نانبایی یک بلد است و اینجا یک مادر پدر با چیزکایش میبینیم، یعنی مرغابی گکای بسیار جالب، بسیار مقبول. میبینید که همراه نمیشناسم. دوست عزیز، شما اگر میشناسین در کامنت جایی برشان جور کرده. مرغانچه میشه چندین مرغابی ها را جای داد. میزنه این مادر پدرش هست. ایا مرغابی گوز گریخت. خوشایند است. میخوایم بگیرم یکی از اینا را. 10 دانه چوچه داره. یک مادر پدر خودش چوچه داده، خودش تخم داده، بعد از او بس تولید کرده. انا نمیفهم اینا در کجا آوازی میکنه. آیا جای آوازی دارن ندارن؟ نه. جور کرده باشن. نه. یه حالتش از دوستان عزیز که علامه خطر بر نشان میده، یعنی از طفلای خود یا از امو چوچه های خود مواظبت میکنه. دیگه این مادرش هست. گرفتیم دوستان عزیز، ببینید که اولین قدم مادر میمونه، دومین قدم پدر. ما چوچیش از دست خود گرفتیم و نمیمونه که چوچیش پیش ما باشه. بسیار جالب است نه؟ مادهش معلوم میکنیم این ماده هست و اوی دیگهش نر هست. همیشه ماده ها دفاع میکنه از طفل خود، از کودک خود، از چوچه خود. و قسمی که شما میبینین دو تا دمروی شده که من دست پیش نکنم ممکن بزنم و چوچکاش پیش سرش هست. میبینین زمان که من دست پیش میکنم یک عکس العمل نشان میده چوچکای خود او طرف تیر کرده. بسیار زیباست. زندگی حیواناتی که بیزبان است به این شکل بسیار مقبول است و ما خیلی وقت شده که ویدیو تولید نکردیم بنابر مصروفیت هایی که دارم. و امروز خواستم از این مرغابی گکا در یک فضا بر شما یک ویدیو داشته باشم. جایتان خالی، تفریح آمدین در اینجا. اینجا دیگ ما آماده هست، یعنی روش است. یا موجاقای لوکال یا محلی و یا فضای طبیعت باز باشید در همچه یک طبیعتی بی
کاملا رفرش میشی. امروز ما هم جمعه بود و خواستیم بریم در همچه یک فضای سبز، فضای سرد، فضای دلانگیز بریم. از این منطقه زیبا یک ویدیو داشته باشیم دیگه. همه شما را به خدای پاک مسپاریم. نان ما رو آماده هست تا چند لحظه دیگه میکشه و اینجا هم بهترین چی هست که سرد باز اینا در میدان بزکشی مزار شریف میتازن. از پا هم میجه راه خوبی است. البته نامش نمیفهمم. با شما این طبیعت شریک بسازم، شما ببینید که چقدر زیبا و مقبول است که از هر گوشه شما لذت میبرید. بیا کسی که مسئول نگهداری است پس و اینجا خیمه داره، از اسبا مواظبت میکنن، نون عیشه منظم میکنن. معمولا اسبا اینجا که هست دوستا عزیز جو میخوره. رئیس فعلا کاه هست همراه جو. دوستا عزیز کمی هوا سرد شد باز انشالله از بخش فارمداری همراه شما ویدیوهای خود ساختیم و این دیگه اجاق است به خاطر چای و دیگ و این گپای همی نگهبان اسبا. دیگه از دوستو عزیز بر شما نشان میتم سیباش بسیار فوق العاده شده، یعنی رسیده وقت خوردنش است. قصه کرده و سیباره بر شما نشان میدیم. خدا کنه که یک راه خوب بر ما باشه اینجا که ما از بین درختها تیر شیم. این سیبا دوست عزیز بسیار عمودو نیمه بسیار آبدار است. سیبای بسیار فوق العاده است. پیش اجاقا رسیدیم و یه هم درخت سپیدار است. زیبا لذت ببرین دوست عزیز.
تاقک انگور است که یک دانه چوب ماندگی است، بس خلاص دیگه هیچی نداره. انگورم نکده، این تاقک خوابیده و این اینجا با سیبای بسیار شیرین. این سیبا دو سایزی بسیار خوبی شد، بسیار مزدار و آزادی داریم، یعنی اجازه ایده داریم که سیبا رو بکنیم، به اجازه نمیکنیم. این یک دانه سیبه به خاطر شما دوستا میکنم، شما ببینید. به 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 به، این سیبه بخوری دیگه هیچ آرمان به دلت نمیماند. یک سیب است دوست عزیز، بسیار مزدار. و ببینید چه درخت ها سر کرده. در همچون طبیعت، در همچون سرسبزی، شما فارم مرغ بودنه، حتی شترمرغ میدانین داشته باشین، بسیار یک فارم جذاب میشه و فارم بسیار رشد میکنه. فضا، طبیعت کلش خوبش است. در داخل شهر مزار یا در داخل شهرها شما نمیتونید در افغانستان که همچون یک جای را پیدا بکنین که بسیار خوبش باشه و سرسبز باشه و همچنان طبیعت خوب داشته باشه. و این یک سیب عزیزی هم بر شما میگیریم. دو سیب به نمایندگی شما ایده میخورم و دو تا سیب گرفتم. سیب زیاد است البته، هر بغل که سعی بکنی سیب است، سیب است که خوشت می. و سیب چارکن نام داره دوستان عزیز. کسایی که سیب چارکن ده خورده مزیش میفهمه دیگه، حاجت این نیست که من تشریحات بتم. بهترین طبیعت، بهترین زیبایی، بهترین میوه طبیعی که کود نخورده، اینا کلش طبیعی است، بسیار زیبا. خب دوستان عزیز، اگر امکان داشت او طرف درخت هم تیر میشیم و اوسانم یک چیگه کس براتون نشان میتیم و اینجا رشقه است فکر کنم، اگر اشتباه نکنم در چی موقع در بلدیت ندارم، در زراعت رشقه واری معلوم میشه و میریم پیش میریم. یکی دیگه این اینجا رومی معلوم میشه دوست عزیز، شاید رومی باشه، چیز دیگه باشه، بفهمم چی هست. اینجا دیگه پالیز هست. در طبیعت دیگه آمده، منظره رو سعی کنین. یا الله خیر، کسایی که کوهنوردی بلد نباشه دوستای عزیز، تو جایا گشتنشون مشکل است. یک ذره قدم زدن در طبیعت خیلی دشوار است. این دوستای عزیز در این بک‌گراند دیگه آمدیم. خواهیش دیگه راه نیست، خار است. ما از اون مسیر آمدیم. طبیعت زیبا و این جایی است که ما بود باش داریم. آنو هم محترای ما هست. دیگه بود یک ویدیویی که به شما تقدیم کردیم. خدا کنه خوشتون آمده باشه. تا ویدیوی بعد، تا برنامه های بعد بخیر انشالله. در فصل سرما برنامه های خود داشتیم، همراه شما شریک می سازیم. خدا نگهدارتان.